یک قدم اشتباه، یک قطره باران، حتی یک گاز کوچک، همه اینها می تواند باعث مرگ شما شود. درختی در کارائیب وجود دارد که نه تنها میوه‌هایش کشنده است، بلکه حتی ایستادن زیر آن هنگام باران هم می تواند پوست شما را بسوزاند. این درخت با عنوان کشنده ترین درخت در رکورد کتاب‌های گینس ثبت شده است. این درخت مانچنیل است، یکی از خطرناکترین درخت‌های دنیا. این درخت در مناطق فلوریدا، کارائیب و آمریکای مرکزی رشد می‌کند. ظاهرش کاملا بی‌ضرر به نظر می‌رسد، با برگ‌های سبز براق و میوه‌های کوچک که شبیه سیبند، اما پشت این ظاهر زیبا مرگ نهفته است. میوه‌های این درخت به قدری سمی هستند که حتی کاوشگران اسپانیایی نام آن را سیب مرگ گذاشتند. فقط یک گاز از آن می‌تواند باعث تاول، استفراغ شدید و حتی مرگ شود. باران شیره این درخت را پخش می‌کند و اگر روی پوستتان بریزد تاول‌های وحشتناکی ایجاد خواهد کرد. حتی دود حاصل از سوزاندن چوب آن هم می‌تواند نابینایی و مشکلات ریوی ایجاد کند. تنها حیوانی که گفته می شود می تواند از این درخت و میوه‌هایش استفاده کند نوعی خرچنگ بومی مناطق کارائیب است. یک درخت که شما را تا سرحد مرگ عذاب می دهد. در جنگل‌های استرالیا درختی وجود دارد که دردناکترین لمس دنیا را دارد. برگ‌هایش ظاهری مخملی دارد، اما اگر حتی نوک انگشتان شما به آن بخورد درد آن تا ماه‌ها باقی خواهد ماند. این درخت جیمپی یا گیمپی است، گیاهی کابوس جنگل‌های استرالیا است. این درخت بومی کیوزلند و مناطق استوایی شمال استرالیا. برگ‌های آن پوشیده از کرک‌های سمی میکروسکوپی است. اگر به پوست شما بچسبد دردی ایجاد می‌کند که به گفته برخی از محققان مانند درد زایمان و حتی سوختگی شدید است. حتی اگر نزدیک این درخت شوید، گرد و غبار آن می‌تواند باعث سوزش شدید چشم و بینی شما شود. در تاریخ ثبت شده که برخی از سربازان و ماجراجویان پس از لمس این درخت دچار درد غیر تحملی شدند که باعث خودکشی آنها شده است. یک درخت که خودش را منفجر می‌کند. بله، درست شنیدید. درختی که مثل یک نارنجک طبیعی عمل می کند و دانه‌هایش را با سرعت سرسام‌آور به اطراف پرتاب می کند. نامش درخت سندباکس است، اما خیلی‌ها آن را با لقب وحشتناکش می شناسند، درخت دینامیت. اما دلیل خطرناکی این درخت در چیست؟ این درخت در مناطق گرمسیری آمریکای جنوبی و مرکزی رشد می کند و از دور کاملا عادی به نظر می رسد، اما وقتی میوه‌هایش خشک می شوند یک انفجار ناگهانی رخ می دهد. میوه‌های این درخت درست مانند یک نارنجک کوچک عمل کرده و وقتی منفجر می شود دانه‌هایش را با سرعتی معادل 70 متر بر ثانیه به اطراف پرتاب می کند، یعنی سریعتر از یک توپ بیسبال حرفه‌ای. بدتر از همه اینکه این دانه‌های سفت و تیز می تواند به چشم، صورت یا بدن یا هر چیزی که نزدیکش باشد آسیب برساند. اما این تنها خطر این درخت نیست. پوست و شیره این درخت هم به شدت سمی است. اگر روی پوستتان بریزد باعث التهاب شدید و تاول دردناک می شود. اگر وارد چشم شود می تواند باعث کوری موقت یا حتی دائمی شود. تنفس از شیره متصاعد شده از این درخت باعث مشکلات جدی تنفسی می شود. و همین دلیل بومیان آمریکای جنوبی در گذشته از این درخت برای ساخت سم و حتی شکنجه دشمنان استفاده می‌کردند. دوستان، اگر تا اینجا ویدیو همراه من بودید ممنون میشم با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت کنید و نظرات خودتون رو توی کامنت با دیگران به اشتراک بگذارید. ممنون از نگاه زیباتون. یک درخت قاتل، بی سر و صدا، بدون هیچ اثری. در جنوب هند و سریلانکا درختی وجود دارد که قاتل خاموش نامیده می شود، چون میوه این درخت سمی ترین اسلحه طبیعت است. در طول تاریخ صدها نفر با خوردن آن جان خود را از دست دادند بدون اینکه کسی متوجه شود. درخت چری یا پونگ یا قاتل خاموش، نام دیگری که محلی ها به آن گذاشته‌اند درخت خودکشی است.
این درخت در مناطق استوایی جنوب آسیا رشد می کند. ظاهرش کاملا بی خطر به نظر می رسد، اما درون میوه‌هایش سمی مرگبار به نام سوربین وجود دارد که این سم عملکرد قلب را مختل کرده و باعث ایست قلبی می شود. جالب است بدانید که هیچ بو، طعم و یا مزه خاصی ندارد و به همین دلیل در بسیاری از قتل‌های مرموز در هند و سریلانکا از این سم استفاده شده است. در بسیاری از پرونده‌ها علت واقعی مرگ مشخص نمی شود. تحقیقات نشان داده است که بین سالهای 1989 تا 1999 حداقل 500 مرگ ناشی از این درخت در هند ثبت شده است. حتی در افسانه‌های محلی هم از این درخت به عنوان درخت انتقام یاد می شود. آیا می دانستید که فقط چند گرم از یک گیاه می تواند یک انسان بالغ را از پا در بیاورد؟ امروز با یکی از کشنده ترین گیاهان زمین آشنا می شوید. شوکران آبی. این گیاه زیبا که در کنار آبهای آرام رشد می کند به نظر بی خطر می رسد، اما در واقع یک قاتل خاموش است. تمام بخش‌های این گیاه از برگ گرفته تا ریشه حاوی سمی کشنده به نام سیلیکوتوکسین هستند. حتی مقدار کمی از آن می‌تواند باعث تشنج شدید، فلج عصبی و مرگ شود. اولین علائم مسمومیت شامل تهوع، سرگیجه و تعریق شدید است، اما خطر اصلی از زمانی شروع می شود که سم سیستم عصبی را دچار تشنج غیر قابل کنترل می کند. جالب است بدانید که در طول تاریخ شوکران به عنوان یکی از روش‌های اعدام مورد استفاده قرار می گرفت. سقراط، فیلسوف مشهور یونانی، با نوشیدن سم شوکران جان خود را از دست داد. شوکران آبی را می توان با گیاهانی خوراکی مانند هویج وحشی اشتباه گرفت، اما اشتباه در شناسایی آن کشنده خواهد بود. پس اگر در طبیعت هستید مراقب باشید و از لمس یا خوردن گیاهان ناشناس خودداری کنید. دوستان ممنون میشم نظرتون رو درباره گیاهان نامرده در این فیلم به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از این کانال حمایت کنید. ممنون از نگاه زیباتون.